اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. من شالو گلخوجت در کنارتان هستم. عزیزان، نخست از موضوع برنامه امروز 9 نوامبر میگویم که چنین: جو بایدن نامزد پیروز در انتخابات آمریکا گفت که هدف بالا برداشتن روحیه ملت و متحد ساختن کشور را دارد. خبر می‌دهم رئیس جمهور باشم که نه از پی جدایی اندازی بلکه در پی یگانگی است. در مراسم جنازه روحانی شناخته در ولایت ختلان هزارها نفر اشتراک نمودند. آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم و چگونه ساکنان دهه در پنجه کент از نداشتن آب پاک آشامیدنی اذیت می‌کشند. حشرات هم می‌گردد، اخلاق ما، حیوان ما هم هست و یه جمشایی ما هم، مذهبی جمشایی ما هم هست. اما آغاز میکنم از موضوع دیگر. برقرار نشدن پروازهای دویمی و ناروشنی در مسئله تحصیل چندی از دانشجویان توجیک دانشگاه‌های روسیه را به نزد بینای وزارت کارهای خارجی در دوشنبه جمع آورد. آنها میخواهند مقامات توجیک برای انتقالشان به روسیه مساعدت کنند. صدها دانش آموزان توجیک بنابر بسته بودن مرز و قطع شدن پروازهای منتظم در وطن درماندند. اکثریت آنها در روسیه، چین، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان تحصیل میکنند. علیشیر ظریفی و تهمینه حکیمова با دانشجویان صحبت داشتند و گزارش را مومن احمدی تقدیم میکند. عریضه نرسوندیم، اینا جواب عریضه‌شون آمادگیه. حدود 20 دانشجوی تاجیک دانشگاه‌های خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس نتوانستند به تحصیل بروند برای کمک خواهی نزد وزارت کارهای خارجی جمع شدند. آنها روز 9 نوامبر از وزارت خواستند که برای ادامه تحصیل در خارج به آنها کمک رسانند. چندی از این دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصلوی در کشور دشوار است و می‌خواهند به روسیه روند. ما از امین 15 سپتامبر خیلی که میدونید در خود امین مید دانشجویانی که به روسیه رفتن نمیتونن رجیستراسیا کردن تا حال یگان رزولتات نیست که ما امین وای کنیم بررسی کنیم. دو نماینده وزارت با دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند چون که روسیه به نامه جانب تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد. یا با ما جواب دادن که در عین حاضر همون سوالی که مقصد برای استودنت‌ها که برای شهر هست و اجازه گیرند در آمدن حاضر در پروسس باید این رشید کنه نه که یگان دست و نشده است. خب ما یکم بار نیست ما در جا مراجعت کرده باشیم، چندون بار شد مراجعت داریم، نه تنها با وزارت کارهای خارجی اینچنین با پاسارگاه روسیه، با وزارت معارف، با ما یگان وای نیست، رزولتات نیست. با اطلاع وزارت معارف شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه‌های روسیه حدود 26,000 نفر را تشکیل می‌دهد. در مجموع با اطلاع این نهاد شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34,000 نفر را تشکیل می‌داده است. بیش از نیم سال است با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می‌گویند ممکن است در صورت ادامه این احوال از درس‌های خود عقب بمانند. آخر هفته گذشته بعد شمارش پرماجرای آواز رای دهندگان نهادهای انتخاباتی آمریکا اعلام کردند که نامزد حزب دموکرات جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی کشور پیروز شده است. تا همین لحظه هایی که برنامه پخش می شود پرزیدنت کنونی آمریکا دونالد ترامپ جمهوری خواه باخت در انتخابات را اعتراف نکرده است و تصمیم گرفته است بحث را به دادگاه بکشد. ولی پرزیدنت منتخب جو بایدن منتظر اعتراف رقیبش نشده مهمترین برنامه‌های کاریش را که بعد مراسم سوگند یادکنی در تاریخ 20 ژانویه عملی خواهد شد معرفی کرد. ادامه در گزارش طاهری سفر. بعد تقریباً 50 سال کار در سیاست جو بایدن دموکرات رئیس جمهوری آمریکا شد. هرچند دارای کمی در بعضی از ایالات ناشمرده مانده است، بنا به پیشبینی رسانه‌های بزرگ آمریکا بایدن یقیناً پیروز شده است. چند ساعت پس از این اعلان جو بایدن در نزد طرفدارانش در شهر ویلمینگتون وعده داد مردم کشور را متحد می‌کند. از باوری و اعتقادی که شما به من کردید خود را حقیر احساس میکنم. قول میدهم رئیس جمهوری باشم که نه از پی جدایی اندازی بلکه در پی یگانگی است. کسی باشم که ایالت ها را به جمهوری خواه و دموکرات تقسیم نمی کند و فقط امریکا میگوید.
من برای آن خواهان این مقام شدم که روحی امریکا را احیا کنم، ستون این ملت یعنی صنف میانه را از نو بسازم و احترام به امریکا را در سراسر جهان برگردانم. جوزف بایدن در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده است. هنگام کارزار تبلیغاتی به زادگاهش هم آمد. پدرش در برابر کارهای دیگر ماشین‌های دستی دوم می‌فروخت و وضع مالی عائله‌شان خوب نبود. بعدی حقوقدان شدن برای کرسی وکیل در سنات از ایالت دلاویر مبارزه برد. 30 ساله بود که به این مقام رسید و جوانترین سناتور در امریکا شد. 36 سال وکیل بود و در برابر وظیفه‌های دیگر تا به مقام رئیس کمیته امور خارجی سنات هم رسیده است. ولی اکثر امریکایی‌ها او را همچون معاون رئیس جمهور پیشین باراک اوباما می‌شناسند. من کنستیتوسیای امریکا را حمایت و محافظت میکنم. بایدن دو دفعه سالهای 1988 و 2008 سعی کرد نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور باشد. بار اول از رقابت دست کشید چون معلوم شد پارچه‌ای از سخنرانی‌ها و کار دیپلماتیش را رو بردار کرده است. تلاش دومش هم بی‌قرار بود ولی او را معاون اوباما کرد و جامعه سیاه‌پوستان آمریکا را بیشتر به طرفش کشید. در کارزار این ساله هم بایدن خود را رهبری معرفی کرد که میتواند کشور را یک پارچه سازد. معرکه انتخاباتی ما نمایانگری گوناگونی در این حزب و این ملت است و باید همین گونه باشد چون که ما همه را در بر خود داشته باشیم. ما باید دونالد ترامپ را شکست بدهیم و میدهیم. ما نباید مثل او شویم. ما نمیتوانیم بین حزب‌ها جنگ بی پایانی داشته باشیم. جو بایدن برنامه عظیمی را برای تکان دادن به اقتصادی از کرونا ویروس آسیب دیده امریکا اعلام کرد. در آن سرمایه گذاری برای نگاه بین کودکان، ساحه تندرستی و معارف و آفریدن 3 میلیون جای کار پیش بینی شده است. در سطح جهانی بایدن نیت دارد به گفته خودش امریکا را دیگر باره بالاگذار میز امور بین المللی سازد. بعضی از سیاست‌هایش در گذشته از جمله حمایت از جنگ در عراق در سال 2003 حمایت دموکرات‌ها از او را کم کرد. در کارزار فعلی بایدن اشاره کرده است امریکا را به سازش اتمی با ایران برمیگرداند. دونالد ترامپ سال 2018 کشورش را از این سازش بیرون کرد که به شرط محدود کردن غنیسازی اورانیوم تحریمات به ضد ایران را سبکتر ساخته است. بایدن همچنین موضع‌گیری سخت به ضد روسیه دارد و آن را برای دست داشتن در نزاع اوکراین و مداخله احتمالی در انتخابات سال 2016 در امریکا تنقید کرده است. معاون بایدن کامالا هریس دادستانی سابق و سناتور از ایالت کالیفرنیا می شود. او فرزند والدان مهاجر از هند و یامایکا است. همین گونه هریس اولین زن از اقلیت‌ها و سومین نامزد زن به مقام رئیس جمهور از یک حزب عمده امریکا می شود. مراسم ادای سوگند پرزیدنت روز 20 ینور سال آینده صورت می گیرد. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه از وفات یک روحانی معروف در ولایت ختلان میگوییم. مشکلات بی‌آبی ساکنان دهه را در پنجکین نشون میدهیم و همچنین از آن خواهیم گفت که توجیکی را در روسیه برای کشتار 2 زن در جستجو قرار دادند. اما قبل از این به یک آگهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. عبدالنافع پیروف و یا ایشان عبدالنافع روحانی معروف در جنوب تاجیکستان در سن 56 سالگی وفات کرده است. به گفته نزدیکان روحانی شناخته 6 نوامبر بر اثر بیماری قند درگذشت. مراسم ویدو با ایشان عبدالنافع روز شنبه در زادگاهش نویه جلال‌الدین رومی برگزار شده است. به گفته حاضران نماز جنازه ایشان عبدالنافع خیلی پرازدحام بود و تقریبا 1000 نفر در آن شرکت داشتند. عبدالنافع پیروف از پیوندان روحانی دیگری معروف این منطقه ایشان عبدالرحمن جان گفته می شود که از پیروان طریقت نقشبندی است.
ساکنان دهه در شهر پنجکنت میگویند سالها به این طرف به آب پاک دسترسی ندارند. مشکلات دهه بوستون بیش از 12 سال ادامه داشته است، ولی ظاهراً مقامات محلی تا هنوز نتوانستند آنها را با آب آشامیدنی تامین کنند. حالا امید ساکنان به مقامات بالایی و سازمان‌های بین المللی است. فرزان محمدی در دهه بوستون بود و گزارشش در همین باره قصه میکند. ساکنان دهه بوستان در شهر پنجکنت 25 سال باز مجبورند از جویبار آب پالزی بنوشند و هم ذخیره کنند. به این دهه که بیش از 150 عائله زندگی دارند، این جویبار یگانه منبع آب است و از بس که روی پوش ندارد، هم چاروا از آن استفاده میکند و هم افلاسی های اطراف میریزد. حشرات هم میگردد، اخلاط ما حیوان ما هم هست و یه جمشایی ما هم مذهبی جمشایی ما هم هست. یک تا مثال هم یک تا در 34 سالگی به همین کسلی تیف در حساب همین آب شده مرد. آب این جویبار تنها در فصل گرما برای آبیاری زمین‌های کشاورزی جاری می شود و آخر تیر ماه زمستان بسته می گردد. وقتی این جویبار آب ندارد، ساکنان سطل‌های خود را زیر طرناب می‌گذارند و انتظار برف و باران می شوند. اما ساکنان میگویند با تکشین کردن این آبها آن کاملا تازه نمی شود و زیان آن را به سلامتی خود و پیوندانشان احساس می کنند. من خیلی میبریم استلاب میبینیم ناجشونده بچه هم و نبیره هم استفاده میبرم میخوریم. نبیره هم کسل کرد، کسلی طفل شدن. کسل شدن من دوشنبه خودم 5 کرد من نبیره هم خواباندگی بسیار کسل شدن. بسیار ما این آبا باشدیم. از نزدیکی دهه بوستان رودی بزرگ زرافشان می‌گذرد و قسمی از ساکنان ده فصل زمستان از اینجا آب می‌کشانند. ولی تنها منبع آب تازه پالایش گردیده در دوره 5 کیلومتر از این دهه قرار دارد و برخی از ساکنان آن را با نقلیات شخصی یا خر و عرابه هایشان می‌آورند. همین 150 خواجگی که در اینجا زندگی میکند، مثال 20 خواجگی هوای ماشین داشته باشد یا که وای داشته باشد، خر و فلکش باشد و دستیارش باشد، دیگری این ندارد. باشندگان این دهه طبق تقسیمات مقامات محلی سال 1995 از دهه‌های ارتوچ، مداره و یکخانه جماعت رودکی به اینجا کوچیدند و به گفته ساکنان 150 خانواده دیگر نیز آماده ساختن خانه هستند. لیکن مقامات با گذشت این سالها نتوانسته است از سربند کانال مرخیدر تا دهه بوستان که همگی 17 کیلومتر است آب آشامیدنی بیارد. ما یک گروه از نمایندگان از استقامت کنندگان همین دهه به نزد خواجگی آب رایون پنجکنت رفتیم. از آنجا نمایندگان خواجگی آب رایون گفتند که با امیدی چی نشود بودجه نیست، 10 سالهای نزدیک بودجه جدا کرده نمی شود. اما ساکنان بر آن باور هستند که در گذشته بارها به اداره آبیاری ناحیه از بودجه حکومت پول جدا گردیده و حتی لایحه‌های را راه اندازی کرده قسمی از قبورها را وصل کردند و بنابر نظارت نشدن مبلغ‌ها لایحه قطع شده و قبورها در نیمه راه مانده‌اند. اکنون ساکنان میگویند دیگر به مقامات محلی نمیتوانند امید بندند و حالا میخواهند با کمک مقامات‌های بالایی یا سازمان‌های کمک رسان دست جمعانه به دهه آب بیارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکنت. و مقامات انتظامی روسیه یک زوده 26 ساله تاجیکستانро با اتهام قتل 2 زن در ولایت مسکو تحت پیگرد قرار دادند. رسانه‌های روسیه از گمانبر جسورجان عثمانوف نام میبرند که در منزل کشته شده ها کارهای ساختمانی را انجام میداد. زنان کشته شده ویکتوریا بارکوفسکی دوسنت دانشکده اقتصادی روسیه و مادر او بوده است. فرد متهم دختر 6 ساله این خانواده را نیز کارد میزند. کودک زنده مانده درباره کشتار خبر میدهد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و سپاس برای همراهی. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز خود را احتیاط کنید. من شما را فردا در سرخط خبرها در نوید بامدادی همکارمان منتظر میشود. خدا نگهدار.